गो अल्लाह पाक के नामा फरीद बलोचान शहर सार सामान उम्मीद करना कि अल्लाह पाक तमाम वजाना सात व सलामत बकन व हिच गुनाह सख्ती व सूर्य में गिंदा के रोज़ी दोस्तन मोहतरम बना व दरखास्त दोस्तन दर मौरद आबंदी साज एक तोज़ी दें कि आबंदी साज शियो अलन इस साज हम साज गबली मनो कि माँ اونی آهنگ جتد صدای صاف هست پوس ساز درد الان پوس آواز کرد سیمان آواز کرد الان این ساز تقریبا از زکی تمروز من نزدیک 6 دانه خروق ما کرده و مرتب توکی کنه تنیوادی ساز نزوره یعنی تنیوادی ساز نزوره سیم هم اصلی سیمه خروق هم واشین خروقه سیما هم سرجاس جاش ناتین تو بسند بله الان توجه کنین دوستان الان ساز الان ساز ما گونگو خب دلیل شو که این ساز ما الان این خروق تنه ساز نوا توضیح دیں برای دوستانی که دوستان گوین که اگر ساز ما مثلا پاکستانی بود پارریش ساز بود خود به خود آواز دادن نه یا ساز ما ساده این ساز بود آواز دادن نه حالا استاد بالفرض ساز بنا انتا بهترین ساز و با بهترین نقشه با بهترین تر بنا انتایی بله ایک آواز کشک اس ساز دیگه استادیه پید دیگه توین زحمتیه پید تیشی که ساز آواز ما در بیاریم حالا ما سیمان هم بسا سیم هم واشیم خروک هم واشو روت هم برابر हो بله ساز ما گم جواب ده خب دلیل شو که ای خروک گونه پوس نوا پوس هم بهترین پوس نازکین پوس تمیز هم بسته ای خروک گونه پوس نوا نما باید چون بکنی الان تنیو ششمی خروک ما ساز ما کرده گونه پوس تنیو دی جواب نده پدا انشالله دیگه خروک ایمان کنین تستی کنین اگر جوابی ده خب جوابی نده پدا دیگه خروک ایمان کنین پدا مجدد تستی کنین یعنی حداقل این ساز تا آوازی رو ما بکشین 20 روز یعنی 20 شب از ساعت 12 شب تا 4 صبح باید این ساز ما گونی ور برین سر کله بجنین ساز کنین تک آوازی در به اتصاب بود آوازی که در اتصاب بود گوڑا هنرمند توان از ساز استفاده با توان گناه ساز کار بکن اگر تا زمانی که ساز آب بندی مبود تا زمانی که ساز شما تکمیل مبود گونی کار کرده نکنید مثل همین ساز که الان ایشو خب غش مانی ودی گیر ما تواری صاحب ناو قبلا وتمی ساز ما کلیپ کیپتا انگشتانی ناتا ساز صاحب جواب داتا الان پچه غش تواره کن بخاطرشه که اساس آب بندی نه हो بخاطرشه که اساس تنی ودی به حالت استاندارد آب بندی نبوتا تشک ما بتوانی گونی کار کنه زمانی که با ای حالت ما گونی کار کنه نه خروک سرپوس نه نسا ساز آب بندی نه हो
یعنی انگار جور که کسی مثلا یک دبوکی رو برید چون قریش قریش تواردن این ساز ما را هنچی تواردن اعصاب هنرمند که پیتی که بنوازید نوازندگی بکن خوردی کند این ساز تاکه این ساز باید صاف بود. این توضیح یک دوستان گفته شما در مورد آببندی ساز یک توضیح بده که آببندی ساز شو. الان ما